خوش اومدین به اولین چنل آموزش ادیت حرفه‌ای با موبایل. امروز میخوایم یه بنر اختصاصی طراحی کنیم، پس همراهمون باشید. خب برای ساختن یه همچین بنر تبلیغاتی جذابی که اتفاقاً میتونیم برای استوری موشن ها هم به کار ببریم، خیلی احتیاج نیست که سطحتون بالا باشه یا تجربه زیادی داشته باشید. حتی اگر توی ادیت متوسط هستید یا مبتدی هستین اما چند تا تمرین کردید، چند تا کار رو درست کردید، حالا هر سطحی که بوده میتونید با آموزش‌های امروز یه همچین کاور یا بنر تبلیغاتی جذابی رو درست کنید که به عنوان نمونه کار میتونید استفاده کنید، میتونید استوری موشنش کنید و خیلی کارهای دیگه. اول از همه برای ساختن یه همچین بنری که ببینید نکته خاصی نداره، صرفا این ترازبندی متنا رعایت شده، یعنی از یک نقطه شروع شدن. ببینید اگه یه خط فرضی اینجا بکشیم همشون توی اون نقطه شروع شدن و یه خط فرضی هم اینور بکشیم از اینور تموم شدن توی یک خط. و نورپردازی درستی که داشته، پشت سوژه رو ببینید روشن‌تر، روش تیره است، اینجا خط برشش دیده نمیشه و بک‌گراندش رو همین نکته‌های ساده باعث شده که این ترکیب خیلی جذاب به نظر برسه. مهمترین نکتهش هم ترکیب رنگشه، سرمه‌ای و یه حالت زرد که به نظرم واقعا به هم میان و پالت رنگی خوبی رو تشکیل دادن. برای شروع این ادیت لازمه که برید توی سایت‌های مختلفی که حالا همیشه ابزارهای ادیت رو از اونجا دانلود میکنید، یه بک‌گراند برای این کارتون انتخاب کنید. حالا لازم نیست حتما تصویری باشه که مربوط باشه، اما یک فضا باشه، میتونه فضای کار باشه، میتونه اتاق باشه، هر چیزی. ببینید مثل فضای پشت این قراره که گاسین بله روش بندازیم و محو بشه، اما صرفاً یه رده‌هایی ازش معلومه. حالا میتونید این کار رو توی سایت‌های مختلف هوش مصنوعی بکنید یا فری پیک یا پینترست یا هر جایی که باش راحتید. من بک‌گراندش از تو پینترست برمیدارم که حالا ابزارهای آماده رو براتون توی چنل تلگرام میذارم. نیاز نیست که شما دوباره برید دنبال ابزارش بگردید. برای همین بریم که شروع کنیم. اول از همه وارد سایت مد نظرمون میشیم و عبارت مورد نظرمون رو سرچ میکنیم. حالا میخواد دفتر کار باشه یا هر چیزی. وقتی که عکس رو دانلود کردید وارد برنامه الایت موشن میشید، روی به علاوه پایین میزنید و یه پروژه جدید توی قالب 9x16 ایجاد میکنید. روی به علاوه میزنیم، از بخش مدیا بک‌گراندمون رو وارد میکنیم. حالا من برای تمرین این تصویر رو دانلود کردم، میتونید تصویرهای مرتبط تر یا بهتری هم خودتون دانلود کنید. و از بخش افکت ها روی اد افکت میزنیم و افکت گاسین بلر رو انتخاب میکنیم. شدتش رو بالاتر میبریم در حدی که فقط یه رده هایی ازش با نوری که بالاش افتاده دیده بشه. لازم نیست که مشخص بشه چه فضاییه. حالا از بخش موو اند ترانسفورم، نوار سمت راست، گزینه سوم یا همون گزینه اسکیل، این تصویرمون رو بزرگترش میکنیم و اینجوری وسط قرارش میدیم. کم بیارمش پایین تر و این از این. حالا میبینیم که حالا باید بریم تصویر یک شخص مد نظرمونو که حالا معمولا اگر بخوایم برای کسی ادیت بزنیم خودش تصویرش رو میفرسته، اما من یه تصویر آماده براتون میذارم که الان تمرین بکنید. اونو وارد میکنیم و بعد دیگه وارد پروسه ادیت میشیم، چون خیلی ابزار خاصی اینجا نیاز نداریم. گزینه کات اوت رو انتخاب میکنیم، خودش بک‌گراند رو حذف میکنه. ببینید چقدر دقیق. روی تیک میزنیم و اکسپورت. البته میتونیم قبلش یکم کیفیت این تصویر رو بالاتر هم ببریم. از بخش افکت ها، از بخش استایل، از بخش استایلیست گزینه HDR. ببینید محو بود چهرهش اما الان کاملا مشخص. و اکسپورت رو میزنیم، خروجی میگیریم.
وارد برنامه الایت موشن میکنیمش. اینو کوچیک‌ترش کردم، اینجا گذاشتم. نیازی نیستش که حتما نمیدونم اینقدر باشه یا هر چقدر، چون اصلا اینجا دیده نمیشه، صرفا چهرهش مشخص میشه و همین. حالا این یه کمی تفاوت رنگی هم داره با بک‌گراندمون. بک‌گراند میتونست بهش نزدیک‌تر باشه، اما خب اشکالی هم نداره. میتونیم بک‌گراندمون رو از بخش افکت ها روی اد افکت بزنیم و از بخش کالر اند لایت گزینه کالریز رو انتخاب کنیم. روی استاندارد ستینگ بزنیم و ببینید این محور رو میکشیم به سمتی که ببینید الان تیره تر شد رنگ تصویرم دیگه. به نظرم الان بهش بیشتر میاد و بهتره. این از این. خب حالا تصویر اصلیمون رو نگاه میکنیم. دوباره اینجا چی داشتیم؟ اینجا دیگه باید بریم سراغ یک گرادینت سورمه‌ای. گرادینتی که کشیده خیلی زیاده، یعنی یه دونه کشیده هی کپی گرفته. ما هم الان این کارو میکنیم. روی به علاوه میزنیم. گرادینت یعنی اون بخش پایینش که اونجوری محو بود و رنگ داده بود بهش، و یک کادر مربعی گوشه گرد اضافه میکنیم. اینجوری ببینید روی هر کدوم از این دایره ها بزنید میتونیم حرکتش بدیم. اینو اینجوری میکشیم، اینجا میذاریم و حالا میتونیم از بخش موو اند ترانسفورم گزینه سوم میگم کوچیک‌تر کنیم و میایم از بخش کالر اند لایت گزینه سوم از سمت چپ این محورا رو دستمون رو میکشیم، محورا رو جابجا میکنیم، سفید بره بالا، مشکی به سمت پایین باشه. یا اینکه میتونیم اینجوری هم بکنیم. ببین عمودی خیلی به نظرم خوب نمیشه، مورب عمودی بهتر. و میایم رنگ مشکی و رنگ سرمه‌ای میذاریم. یعنی چه رنگی؟ روی این ببینید روی مشکی کلیک میکنم، روی این قلمون میزنم و حالا دستمو هر جا که بکشم اون رنگ سرمه‌ای انتخاب میشه. انتخابش کردم، روی این رنگ سفیدم کلیک میکنم، از این گوشه اینجا گزینه دوم رو انتخاب میکنم و این نوار رو میکشم تا پایین تا خاموش بشه کلن. دوباره روی این بزنم، این یکم به نظرم تیره تر بشم بهتره. اینجوری خوبه. اینو میام از بخش موو اند ترانسفورم گزینه سوم بزرگترش میکنم، یکم میارمش بالاتر، دوباره بزرگتر، نباید گوشه هاش اصلا دیده بشه. و میام روی این گزینه میزنم و روی دابلیکیت لایر یعنی یک کپی ازش میگیرم. ببینید الان ایجاد شد. دوباره روش میزنم، دوباره کپی دیگه، دوباره روش میزنم، دوباره کپی دیگه. یک بار دیگه فکر کنم این کارو بکنیم عالی باشه. دوباره کپی دیگه. حتی جا داره که این تصویرمو یکم بزرگترش بکنم و از بخش موو اند ترانسفورم بیارمش پایین تر کمی. ببینید اینجوری عالی میشه. از این کلا اون تصویری که وارد میکنید باید مهمترین جزء بنرتون باشه و کاملا دیده بشه، نه خیلی کوچیک باشه نه خیلی درشت. ببینید الان بخش بالایی کادرمو گرفت تقریبا. و باید بریم سراغ متن هامون. البته قبلش ببینید یه رنگدهی پشت سوژه داره. برای این کار روی به علاوه میزنیم، یک دایره ایجاد میکنیم، از بخش موو اند ترانسفورم دوباره گزینه اسکیل یعنی این گزینه، نوار سمت راست گزینه سوم بزرگترش میکنیم و از بخش کالر اند فیل رنگ سفید رو انتخاب میکنیم. بعد میایم از بخش افکت ها روی اد افکت میزنیم، میخوایم کلا حالت دایره‌ایش از بین بره. توی آموزش‌های قبلیمون هم این کارو کردیم اگه دیده باشین. و حالا اینو تا آخر میکشیم. ببینید فقط یک نور ازش میمونه، یک سایه ازش میمونه اینجوری. حالا میام اینو از بخش لایه ها روی این سه خط کنار میکشم، فشارش میدم و میکشم پایین، زیر این تصویرم میذارمش، روش کلیک میکنم و اینجوری میارمش بالا. حالا از بخش موو اند ترانسفورم گزینه سوم بزرگترش میکنم. ببینید اینجا سلام بزرگترش میکنم. میام از بخش
این گزینه که کپی میگرفتیم روی لایه ها میزنیم و دابلیکیت رو انتخاب میکنیم. دوباره اینجا سفید شدش و حالا میام جابجا نشه یه وقت اینجوری، یکم حتی بزرگتر هم میتونه بشه. این از این. و حالا میام روی علاوه میزنم، یه دابلیکیت میگیرم، دابلیکیت سوم دوباره میبرم این بالای بالا، کوچیکترش میکنم و میارم روی اینجوری شونه هاش قرار میدم. یا میتونیم این گوشه تصویر قرار بدیم. اینجا یه کپی دیگه ازش میگیرم و میارم دقیقاً موازی همین قرار میدم. اینا دیگه نکته های رنگ بندی و نوردهی بنرمونه که برای جذاب‌تر شدن این کارو میکنیم. ترکیب رنگ‌ها بالاخره حالت خوبی پیدا میکنن. ببینید بتون رنگ خیلی ساده بود. حالا ببینید این خیلی روشنه. روشون کلیک میکنیم، از بخش بلندینگ اند اوپاسیتی مقدار نوردهیشو کمی کمتر میکنیم در حد 60. خوبه؟ اون یکی رو هم همین کار میکنیم، بلندینگ اند اوپاسیتی و نوردهی روی 60. خیلی هم خوب. میتونم حتی اینو یکم ببرم اینجا تر و اینم یکم ببرم اینجا تر. این از این. حالا نوبت چیه؟ نوبت نوشتن متنامونه. این فونت شبیه فونت مربع هسته. شما هر فونتی که بخواید میتونید استفاده کنید. حالا اینجا ما هم مربع به کار میبریم. دوره آموزشی شنیو تایپ میکنیم و مینویسیمش. روی به علاوه میزنیم، از بخش اد تکست متنمون رو وارد میکنیم. روی این گزینه میزنیم و فونت مورد نظرمون رو وارد میکنیم که حالا من فونتم اینجا نیستش. باید دوباره واردش کنم. اشکالی هم نداره. روی ویوال فونت میزنیم، از این 3 خط بالا ایمپورت فونت و فونت مورد نظرمون رو وارد میکنیم. حالا من فونت رو هم براتون توی اون ابزارا میذارم. فونت مربع بلک. این از این و روش کلیک میکنیم، واردش میکنیم، میایم روی این رنگ میزنیم، رنگ زرد رو براش انتخاب میکنیم. ببینید حالا میتونم از این گزینه دوم بیام زرد بکشم تا اینجا. بیام دوباره اینو چنجوری شد. بسید اصلا بیایم بیرون. از بخش کالر اند فیل این رنگ زرد و گزینه دوم اینو میکشیم تا آخر. از بخش موو اند ترانسفورم نوار سمت راست گزینه سوم بزرگترش میکنیم و اینجا میذاریم. حالا این رنگ زرد باید یه خورده روشن‌تر باشه. اینو اینجاها خوبه. بزرگترش میکنم، اینجا میذارم. میام یه کپی ازش میگیرم برای متن بعدی. اینو میارم اینجا میذارمش. از بخش موو اند ترانسفورم میکشمش اینجا میذارم یکم بزرگتر بشه و خوبه به نظرم رنگش. حالا میتونم کمی این برتر هم بذارم. خوبه. بعدش نوشته شده که اینجوری نوشته شده: آموزش 10 مدل شینیون پر تکنیک و پر کاربرد. خب دوستان ببینین نکته دیگه ای که توی این بنر رعایت شده و باعث شده در عین سادگی زیبا باشه تعادل بین وزن فونت هاست. یعنی چی؟ یعنی متن‌های مهمتر و بولدتر نوشته، بزرگتر نوشته و متنایی که حالا یک کمی اهمیتشون کمتره یا توی خطای پایین قرار میگیرن و با فونت نازکتر و نرمتری نوشته. ببینید الان این یه فونت سنگینه. میبینین حروف بزرگترن، حروف ضخیمترن، اما پایینی یه فونت نازکتره، حروف ظریفتر نوشته میشن. معمولا بیشتر فونتایی که دانلود میکنید از وزن سبک داره تا سنگین. مثلا مربع از لایت داره تا سوپر هیوی که یعنی دیگه خیلی سنگینه و خیلی بزرگه و حالا اینجا استفادهش نمی کنیم چون اون به درد بنرایی میخوره که خیلی جای خالی داشته باشن و شلوغ نباشن. این یک کوچولو متنا شلوغه.
بعد ببینید مثلا این الان اینجا رنگ سفید رو به کار برده که اگه زرد رو به کار می بردیم قطعا اون تضاد رنگی ایجاد نمیشد و جذاب نمیشد کارمون. منم اومدم اینجا اولی از مربع هیوی استفاده کردم، دومی از مربع لایت. همه فونت ها همینجورن معمولا، مگر مثلا فونت مانلی یا فونت های نستعلیق که وزنای خاصی نداشته باشن. اما مثلا همین مربع وزنای مختلف داره که الان برای فونت دومی، این متن دومی، من اومدم فونت لایتش رو وارد کردم، وزن لایت فونت مربع. رنگش رو هم سفید کردم و کاتبندی رو درست میکنم. یعنی چی؟ یعنی این دایره سبز گوشه رو میگیرم و میکشم تا کادر دقیقاً انتهاش بچسبه به انتهای متنم. اینجوری وقتی که جابجا میکنیم دقیق نشون میده وسط متن کجاست. ببینید الان چسبیده. وقتی که کاتبندی درست نباشه شما نمیتونید جای دقیق متنتون هم مشخص کنید. روی این تیک بالا میزنیم و از بخش موو اند ترانسفورم نوار سمت راست گزینه سوم اندازه‌ش رو کوچیک‌تر میکنیم و از گزینه اول میبریمش بالاتر، کم بزرگتر. این از این. بعد ببینید این کناره ها، این چند تا علامت که توی خود کیبوردمون هستن دیگه، اینا ببینید روی علاوه میزنم از تکست اینجا هستش و حالا صرفا اون یه فونت خاص داده بهش. این رنگش هم رنگین کردم، میارم این گوشه، اینی کشیدم و قرار میدم. ببینید دقیقاً باید همتراز باشن. حالا برای اینکه شما دقیق تر بتونید این کارو بکنید که تراز متنتون رو در بیارین، فقط کافیه روی به علاوه بزنید و این ببینید این یک شکل بود دیگه، یک شکل خطی اضافه کنید این لاین رو، یا اینکه اصلا ساده تر بایستید روی به علاوه بزنید، یک مربع بکشید و اینجوری اینو از بخش ادیت شیپ قدش رو بلندتر کنید و حالا اون طولش رو کمتر، اینجوری از بخش ایگرگا بیشتر و بیاریدش اینجا قرار بدید. هرچی نازکتر باشه کارتون دقیق تر. دوباره یه کپی ازش بگیرید، این یکی رو اونور متنتون قرار بدید. ببینید حالا مشخصه که همه متن‌ها باید توی این محدوده باشن، یعنی دقیقاً اینجا شروع بشن اینجا تموم بشن، که حالا اینا رو میام جاشون رو درست میکنم. میام از اینم یه کپی میگیرم، کپیشو میکشم میبرم اینور و از گزینه دوم میچرخونمش 180 درجه. ببینید اینجوری شد در واقع. هر وقت خواستید که مثلا بنرتون رو یه بار دیگه چک کنید، فقط کافیه روی این چشم کنار کلیک کنید، این خطایی که کشیدید محو میشه. باز دوباره خواستین بیارین یه کلیک روی چشمی هم میکنید، دوباره میاد اینجوری. حالا متن بعدیمون دیگه من کلا متن رو مینویسم، بعد نکته خاصی بود بهتون توضیح میدم. متن بعدیمون کادر داره. روی به علاوه میزنید، یک مربع گوشه گرد اضافه میکنید. ببینید میاد از بخش ادیت شیپ و اندازه‌شو درست میکنید. ببینید دقیقاً باید توی کل این محدوده قدش قرار بگیره. از بخش ردیوس یکم گوشه هاشو گردتر میکنیم.
رنگش هم که سفید هست. میارم. ببینید هنوز جا داره بهتر شه. روی علاوه میزنیم، متنش رو مینویسیم. دوباره فونت سنگی، کادبندی درست، رنگش سومه ای. بزرگترش میکنیم، از بخش موو ترانسفورم اینجا میذاریم. این کادر هم یکم باید بهتر بشه. این شیپ هم یکم ردیوسش رو کم میکنم. این متنمون به نظرم درشت‌تر شه بهتر نمیشه، یعنی جذابیتش از بین میره. برای همین احتیاج به کشیده نویسی داریم. کشیده نویسی رو توی آموزش‌های قبلی گفتم که با جیبورد باید گوگل پلی رو از تو گوگل پلی برنامه جیبورد رو نصب کنید. اونجا روی این نقطه که کلیک کنید یه خط براتون میاد، میتونید حروف کشیده کنید. اما روش سادهش اینه که مثلا یک بار که جیبورد رو نصب کردید یک خط طولانی برای خودتون کپی بکنید، یک جا بذارید، همیشه توی ادیتاتون از اون استفاده کنید. این خط رو من آماده دارم که حالا اگه بخواید برای شما هم میذارم. ببینید مثلا بین این دوتا حروف میام توی کلیپ بوردم اون رو جایگذاری میکنم. کم زیاده. ببینید خیلی بهتر شد دیگه. حالا این متن اولم رو یکم بیارم پایین تر. یکم فونت اینو سبکتر میذارم چون به نظرم زیادی سنگینه و نباید با اون کادر اولیه از نظر سنگینی برابری بکنه، جذابیتش از بین میره. برای این یکی وزن بولد رو وارد کردم. این از این. متنای بعدیمون هم که یک مربع هستن روی به علاوه میزنیم، اینو واردش میکنیم. از بخش ادیت شیپ میایم مثلا بخش X کشیده تر، دوباره رو عدد Y کلیک میکنیم و باز قدش رو بیشتر میکنیم. میتونیم دوبار روشون کلیک کنیم و یک عدد وارد کنیم. رنگش هم که میام رنگ زرد میکنم. اینجا میذارم. ببینید باز دقیقا توی خط. اینا رو بذارید روشن کنم. اینجا یه کپی ازش میگیرم، اون ور تصویر میذارم. ببینید دقیقاً خطایی که خودش قرمز میکنه یعنی توی مسیر درسته و ترازبندی رو نشون میده به طور پیش‌فرض. فقط کافیه که ما کاجبندی ها رو درست کنیم تا خودش بهمون نشون بده چجوری این ترازبندی ها توی چه زاویه‌ای درستن. متن روشون رو مینویسیم.
یه دابلیکیت ازش میگیریم، توی ادیت تکست میزنیم و متنمون. دوباره فونت بولد رو برش میذارم، به نظرم زیاده بلک. نوشتمون مهمتر بود دیگه، یعنی اون عدد تخفیف مهمتر از این متن. برای همین اونو وزنش رو سبکتر، اینو سبکتر از اون کردم، اونو سنگین‌تر گذاشتم که بیشتر توی چشم بیاد. اینو حالا میام کوچیک‌ترش میکنم. حالا متن این کادرمو می‌نویسم. یه دابلیکیت از همین میگیرم که نیاز نباشه باز رنگ و فونت بدیم. از بخش ادیت تکست متنمون رو می‌نویسیم. اینجا میذارم. حالا باید هم قدشون کنیم، هم قد بشن تا اینکه تراسشون درست در بیاد، یعنی خوشگل تر میشه دیگه. رو میزنم میارم اینجا. ببینید فاصله خطام خیلی زیادن از هم دیگه. برای اینکه دوباره کاری نشه و هر متن رو بخوام جدا بنویسم، میام روی همین متنم کلیک میکنم، از بخش افکت ها روی اد افکت میزنم، از بخش تکست افکت تکست اسپیسینگ رو وارد میکنم. با این افکت میتونیم فاصله بین حروف و خطامون رو خودمون به طور پیش‌فرض هماهنگ کنیم. الان ببینید لاین اسپیسینگ یعنی فاصله بین هر خط، اینو کم میکنم. این از این. فقط موند علامت درصد این که الان میذارم. اینجا توی کیبورد من هست، لازم نیست که بسازمش، اما اگه نبود توی کیبوردتون خودتون میتونید بسازید یا اینکه توی پینترست سرچ بکنید و آماده‌اش رو دانلود کنید. دوباره رنگ سرمه‌ای و فونتش هم که قطعا مربع. تیکو میزنم، بزرگترش میکنم و میذارمش. ببینید علامت درصدم یکم جذابیتش کم شد. میتونم بیام رنگش رو سفید کنم یا اینکه بهش سایه بدم. از بخش بوردر شادو سایه‌ش رو فعال میکنیم، یه سایه زرد، و از بخش پوزیشنش رو روی 0 میذاریم، یعنی سایه از خود متن میاد، زاویه نداشته باشه. سایزش بیشتر اینجوری. این از این. حالا متن بینش رو می‌نویسیم. دوباره ببینید این اسم مدرس مهمتره، پس فونتمون باید ضخیم‌تر باشه. توضیح بالاش که نام مدرسه زیاد اهمیتی نداره نسبت به متن پایین، برای همین فونتش اومده از فونت سبکتر استفاده کرده. ترکیب فونت ضخیم و نازک زیبایی بستری رو بیشتر میکنه. لایت میارم بین این دوتا میذارم کوچیک‌تر.
جاشو درست میکنیم. به نظرم جای این دوتا متن خوب نبوده توی اون بنری که ازش الگو گرفتیم هم، اما اشکالی نداره میذاریم. جای بهتری هم میتونست قرار بگیره. مثلا میتونستیم این دوتا کادر رو کنار هم بذاریم. حالا فرقی هم نمیکنه، این دفعه میذاریم. این متن پایینم مینویسیم فوندش بولد. اینو کوچیکترش میکنیم، یکم کشیده نویسی بهش اضافه میکنیم تا زیباتر بشه. به نظرم اونجوری درشت بود، خیلی خوب نبود و خیلی متنم شلوغ بود. یه جاهایی کشیده نویسی انجام میدیم، مثلا اینجا به این صورت. دوباره یه کادر میکشیم. همه اینا رو به نظرم یکم بالاتر ببریم، بعد کادر بکشیم، چون جاشون یه کمی پایینه. میتونم این کارو کنم، همه رو انتخاب کنم لایه هامو. ببینید اینجوری همه لایه هامو انتخاب کردم. روی وای روی همین صفحه که انگشتمو بکشم این جابجا میشه. دیدید اینجوری، یعنی روی همین صفحه انگشتمو میکشیدم جابجا میشدم. حالا میتونم از این گرادینت هایی که کشیدم یکم بیارمشون بالاتر چندشون. این از این دوتا رو خاموش کنم. خب حالا روی به علاوه میزنم یا اینکه نه؟ از این کادر سفید یه کپی میگیرم، دابلیکیت، روی سه خط کنار فشار میدم، میارم بالا، میکشمش به سمت پایین. دقیقا این خط قرمز فعال باشه که ترازبندی درست در بیاد. این دوتا رو فعال کنم و شماره تماس رو بنویسم. میتونم اینو زردش کنم. از این 50 یه دابلیکیت میگیریم، دوباره میکشیمش بالا و از بخش ادیت میام شماره تماس مینویسم. سایزش کم کمتر و روی تیک میزنم، روش قرارش میدم. این دیگه نیازی نیست هم تراز بشه، چون بخش پایین کادره و سنگینی رو ایجاد کرد به اندازه کافی. کادرتونم که دو تا حالت داره، یا میتونه، ببینید این دوتا رو خاموش میکنیم کادرمون نهایی شد، یا میتونیم این شکلی بذاریم، شکلمون رو یه خروجی بگیریم. صبر کنید خروجیمون رو بگیریم. با خروجی هم که بلدیم دیگه، روی این علامت میزنیم کنار چرخ دنده و این گزینه PNG.
یا میتونیم کاد رو همتراز با اونا بذاریم یا اینکه کوچیک‌ترش کنیم، به این صورت ردیوسش رو کمتر کنیم اینجا بذاریم. حالا یه نکته اضافه اگه بخوایم رعایت کنیم که بهتر کنیم این کاور رو، اینه که این متن بالاییمون و این درشته اصلیه روش کلیک کنیم و بیایم از بخش افکت روی اد افکت بزنیم و افکت اج گلو رو وارد کنیم. این افکت رو که وارد کنیم اینجوری تا آخرین درجه بکشیم، ببینید روی 1 بذاریمش، یه حالت سه‌بعدی و نورانی پیدا میکنه که خیلی از قبل جذاب تر میشه. واسه که بخوایم یکم دیگه فرق بکنه میایم از بخش برد رنشدو و بهش سایه مشکی میدیم، پوزیشنش رو روی 0 میذاریم و درصدش رو بیشتر میکنیم. ببینید، یا اینکه حتی میتونیم دوباره این سایه‌مون هم اصلا زرد بدیم. ببینید باز اینجوری نورانی تر میشه که دیگه اینا بستگی به خودتون داره. و یک بار این رو یک کادر بزرگ بذاریم که هم قد باشه با اینا و ترازش رعایت بشه باز، یا اینکه اینجوری بذاریم چون نیازی نیست که حتما توی قسمت پایین کادر هم همه چیز برابر بشه چون دیگه خسته کننده میشه. یه بخش اداره جزئیات و متفاوت هم کارو بهتر میکنه. از این همه خروجی میگیریم، روی سیف میزنیم و مقایسه میکنیم. این اولین خروجی بود که گرفتیم و این دومی. باز میتونیم مثلا بیایم اینا رو همه رو کوچیک‌تر کنیم. ببینید ببینید همه رو با هم آوردم بالاتر و برای اینکه پشت این متن اولی محو‌تر بشه از بخش سایه ها سایه‌اشو فعال میکنم و سایه سومه‌ای اینو میام روی 0 میذارم، مقدارش بیشتر شفافیت کمتر، اینجوری. اینم از این هم تفاوت خروجی که اول گرفتیم و خروجی که بعد گرفتیم. این متن اول تفاوت پیدا کرد و حالا یه مقدار اندازه ها درست تر شد.